هلو رفقا، حالتون خوبه؟ خیلی مخلصیم. به کانال من خیلی خوش اومدید. یادتون از سابسکرایب هم کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. کلی مطالب خفن تو راه داریم. امروز میخوام در مورد adverbs of frequency صحبت کنم باهاتون. adverbs of frequency یعنی قیدهای تکرار، چیزی که همیشه استفاده میشه. من همیشه قبل نهارم سوپ میخورم. همیشه. من بعضی موقع میرم باشگاه. sometimes. کلماتشو میدونید. یه مرور کنیم. always, often, usually, sometimes, seldom, rarely, hardly ever and never. خب جایگاهشون کجاست توی جمله؟ با افعال to be کجا میاریم؟ با main verb کجا میاریم؟ اینا رو میخوام امروز بهتون خفن درس بدم. بیاید گوش کنید. با مثال بریم جلو که براتون خیلی سنسیبل باشه، قابل حس باشه. I sometimes wake up. آقا هر موقع توی جمله فعل اصلی داشتیم، فعل اصلی گفته بودم main verb، کاری که انجام میدی، خوردن، خوابیدن، رفتن، اومدن، قبلش adverbs of frequency میذاریم. always, sometimes, usually. ببین I sometimes wake up early. من گاهی اوقات صبح زود بیدار میشم. I sometimes wake up early. حالا اگه افعال to be تو جمله باشه چی؟ مثل عمویزار I am a student. I am always a student. فعلا student هم دیگه، دانش آموزم دیگه. مثال ببین I am always late to work. من همیشه دیر میکنم به سر کارم. دیرم توی سر کار، یه دیر میرسم به سر کار. I am. پس افعال to be عمویزار اومد و جمله ساده یا خبریمون، استیتمنتمون، adverbs of frequency همون always و اینا بعدش قرار میگیره. پس برای فعل اصلی قبلش، برای افعال to be عمویزار بعدش. حالا نکن ما computer is not، همین عمویزار اگه منفی بشه گفته بودم بعدش not میاد دیگه، بعدش قرار میگیره دوباره. همینطوری که عمویزار بعدش اینا قرار میگیره، منفی هم شد بعدش قرار میگیره. My computer is not always slow. کامپیوترم همیشه slow نیست، آروم نیست. برای سوالی چی؟ برای سوالی حواست باشه وقتی که عمویزار داشته باشیم جابجا بشه، برای سوالی بیاد اول، بعد فاعل قرار میگیره، بعد subject. ببین Are you usually sad؟ معمولا ناراحتی. Are you usually sad؟ اینجا usually بعد you قرار گرفته. حالا افعال اصلی چی؟ افعال اصلی گفتم قبل فعل اصلی قرار میگیره. اگه بخوایم منفی و سوالیش کنیم چی؟ بیا ببین I don't go to bed early. من زود به رخت خواب نمیرم، زود نمیخوابم. حالا اگه بخوایم اینو از adverbs of frequency استفاده کنیم، دوباره قبل فعل اصلی قرار میگیره. یعنی ما اگه منفی هم کنیم قبل فعل اصلی قرار میگیره. پس عمویزار باشه فرمش یکیه، بعدش قرار میگیره. منفی هم بشه بعدش قرار میگیره. افعال اصلی باشه قبلش قرار میگیره. منفی هم بشه قبلش قرار میگیره. I don't always go to bed early. برای سوالی هم اینجا من نگفتم بعد فاعل میاد. برای سوالی وقتی که عمویزار داشته باشیم سوالی کنیم بعد فاعل قرار میگیره، بعد سابجکت. با دوداز هم وقتی سوالی میشه برای فعل اصلی بعد سابجکت قرار میگیره. Do you always sleep at 8؟ همیشه ساعت 8 میخوابی؟ Always. پس یه مرور کنیم با هم دیگه. افعال to be، افعال اصلی، عمویزار اومد تو جمله بعدش قرار میگیره. منفی هم شد am not, is not, are not بعدش قرار میگیره. سوالی شد بعد فاعل. اوکی؟ برای افعال اصلی چی؟ برای افعال اصلی قبل فعل اصلی قرار میگیره. اگه منفی هم بشه قبل فعل اصلی، بین don't و doesn't و فعل اصلی. همیشه چسبیده به فعل اصلی قبلش قرار میگیره. سوالی هم مثل عمویزار بعد فاعل. Do you always؟ Does she usually؟ به همین راحتی. در مورد که من تماشا کردید خیلی مخلصیم.